برام یاد خدا خلاصه بازی بارسلونا و مایورکا. اینم یامال عجب لایی زد این بازیکن. و گل اول بارسلونا رو هم که رافینیا میزنه با پاس یامال و ببینید گل ضربه سر رافینیا و گل. اینجا 1-0 دقیقه 8 بازی جلو میافتن و گل بعدی هم میبینیم که فران تورس میزنه دقیقه 22 و بازی خیلی خوب بود، اما بازیکن‌های حریف کارت قرمز گرفتن و اینم گل لامین یاماله که تو دقیقه 94 گل به ثمر رسوند و 3-0 جلو افتاد و رفت صدر جدول. و گارسیا هم که خوب بازی کرد و یامال هم که خیلی عالی بود، نمره 9 بهترین بازیکن. و اینم گل ریچارلیسون رو نگاه کنید، عجب قیچی میزنه بابا، این خیلی بازیکن خوبیه. 2 گل زد، اینم گل اولش بود، اون یکی قیچی برگردن گل دومش. واقعا بازیکن خوبیه این بازیکن، خیلی خوبه.